هذا النور شفاء صدور. ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو کی نامه کنم باز. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حکایت شده است که ابو زکریای زاهد چون به حالت مرگ رسید، پس آمد نزد او دوستی وی و او در سکرات الموت بود. او برایش کلمه طیبه لا اله الا الله محمد رسول الله را گفت. ابو زکریای زاهد از وی روی گردانید. پس دوستی وی بار دوم گفتن کلمه طیبه را تلقینش کرد. او باز از وی روی گردانید. بار سوم به گفتن کلمه طیبه دعوتش کرد. ابو زکریا گفت که نمیگویم. پس دوستی وی از آخر کار وی ترسید. بعد یک چند ساعت چون ابو زکریا سبکی از حالت اول یافت و چشم گشاد، از دوستش پرسید آیا شما به من چیزی گفتید؟ گفتند آره، به تو کلمه طیبه را 3 بار عرض کردیم، تو روی گردانیدی. 2 بار از گفتن و بار سوم گفتی که نمیگویم. ابو زکریا گفت نزد من شیطان آمده بود، کاسه آب در دست داشت. او از طرف راست من ایستاده کاسه را جنبانیده مرا گفت آیا حاجت داری به آب؟ گفتم آره. گفت بگو عیسی پسر خداست. پس روی گردانیدم از وی. پس از آن آمد از طرف پای من و مرا باز همچنین گفت. باز روی گردانیدم از وی. در کرت سیوم مرا گفت بگو نیست خدا. گفتم نمیگویم. پس زد کاسه را بر زمین و پشیمان شد و برگشت. پس من رد کرده بودم بر شیطان، نه بر شما. اینک گواهی میدهم به این که نیست معبود مگر خدای تعالی، و گواهی میدهم که محمد صلی الله علیه و سلم بنده اوست و فرستاده اوست. باقی خداحافظ. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.